پسرتان را پنهان کنید امک. ما رفته خبر میدهیم. آمده او را میبریم. مایلش ما سلاحداران را میبریم. خوب شده است. پسرم التماس زود باشید، وگرنه این خائن ها پسرم را مییابند. نمییابند امک، خاطر نشوید. احتیاط کنید پسرم. پدر؟ پدر؟ به شما چی شد پدر؟ چی شد پدر؟ آماده شو، برای بردنت میآیند. شرف مدیا تقدیم میکند. امک یاریخ شما چیکار کردید؟ وای 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 وای، گریزه را یافتیم. یعنی تو هم در همین جایی؟ چرا نه؟ آخر او خواهرش است. همینطور نه؟ ایتن اینها را گیر نکنید. نه نکنید. اکا گیره دستان اکا پای طرف گذار. راگر اکام رو سر ده. راگر اکا جان پدر جان یک طرف التماس پسرم را سرده. التماس بکن. با اکام چی کار میکنید سینام؟ زودتر رفتم. چیکار کردنم را نمیدونی؟ سینام سوالی که جوابش را میدونی نده یلدوز. میمورد کجا؟ یک طرف گفتم. پدر جان سلیما پدر جان اکا جان اکام رو سر ده. سلیما دخترم یکو کار کن. سلیما اکام رو سر ده. اکا جان اکا سر ده. امک یاریخ پسرم یوزم را خواهین ها بردن. دیدم امک یاریخ، دیدم. بیاد کنی خیزید امک یاریخ. پسرم را میکشند. زود به قرارگاه یوز خبر دید. من از پسشون رفت جایشون رو ببینم. زودتر روید. مایلش حاضر متخصص شکنجه همان کار را سر میکند. همین که گپ زد به شما خبر میدهم. باز میپرسم، چیزهایی دانستت را به کی گفته ای؟ به من یک با یک بگوی. باز کی میداند ها؟ کنی گپ زن، وگرنه دیگر تیر پرانده نمیتوانی. اکا جان ایستا. سرده مرا سرده گفتم. ایستا بگویم. سرده مرا اکا جان ایستا. سرده مرا اکا. باتن یگان کار کن. باتن اشکنجه را من کن. یلدوز اکا سرباز است. به سربازان کسی کمک کرده نمیتواند. این رو بینا. چرا به دوست داشتت کمک نمی کنی؟ باتن تو چقدر انسانی خائن هستی. وای با دقت باش سینا، وگرنه تو را نیست میکنم. زیلن اسپسی چی بود یلمز؟ در اون برخ دزدیدهش چی بود؟
نمیدانم، اما باید این را زودتر فهمیم. اگر چی گفتنشان را فهمیم مقصدشان معلوم می شود. مادامی که زیلان به تو هجوم کرده است آن ورقی مهم است. عیناً همینطور. دختری دهاتی به این کارها عقلش نمیگیرد. زیلان کی بود؟ از کجا بود؟ به خدا نمیدانم. طاهر چیکار کردی؟ یوز قماندان چه حال دارد؟ در دستی تشکیلات است. زود باید یگان کاری کنیم یلماز. تو مراد رو یاب، از سیدو کمک میپرسیم. طاهر بعد از رفتن تو چیتین مراد و سیدا را دستگیر کرده است. اکنون چی می شود؟ باید یگان علاج یابیم. آقای دکتر یلماز سیدا رو آوردن، احوالش خوب نیست. در کجا؟ السلام علیکم. السلام علیکم. خدا شفا دهد. خدا شفا دهد. تشکر. خدا شفا دهد. تشکر. زحمت رو بینم. شرف مدیا تقدیم میکند. یوز قماندان پسر عارف رئیس تشکیلات او را بوده است. جویشان را میدانم. اگر شما کمک کنید میخواهم رفتن نجاتش دهم. گوش کن دکتر، به این احوال بچه ها نگر. آنها را دولت به این احوال آورده است. من برای این دولت بدین هیچ کاری نمی کنم. من که بودنی چیتین را میدانم. من هم از همانجا گذشتم. کار این آدم ها بدین بودنی دولت را نشان نمیدهد. برای یک دو زر خرید دولت را بد کردن درست نیست. باید به تو دایره آداب را آموزانم. دیگر یک کلمه هم نگوی. همه همان چگونه بودنی دولت را دیدم. کجا شدی؟ از کی باز تو رو انتظارم؟ خاموش باش. دست خالی نآمدم. این حجت ها ساخته است، اما از روی حجت های فارسی ببینیم. حجت اصلی در دست شخصی است که امانت و حرقه مولانا خالد را گرفته است. کم هم باشد این رو میدونیم. تو اقلا این رو بفهم. خیر، این آدم کیست؟ بعدی کار هم در این است که ما او رو نمیدونیم. این کار کی تمام شده باشد؟ زیغ نشو، آرام باش. با شخص متخصص مثل تو این چیز نمیزیبد. در کجا میستی؟ در یک خرابزار دهه خالی میستم. جای باوریناک است. اگر زیغ شدی با اونجا بیا. در اونجا هر کاری که کنی کسی نمیفهمد. خیر، به کارمون برگردیم. چی کار میکنیم؟ نقشه‌مون چیست؟ یلماز یا دیلا شاید این آدم رو شناسند. با واسطه آنها اون آدم رو میابیم. دیلا خوبش دیلو است. انسانی ضعیف را گریزانیدن و به گدر آوردن آسان است. اگر نگوید چی؟ خاطر نشد. میگوید. اکنون نقشمون انیخ شد. دیلا را میگریزانیم. طاهر، یلماز مراد هم آمد.
سلام علیکم. و علیکم السلام. مراد چی شد؟ راضی شدن؟ متاسفانه آقای دکتر، مادام سعیده چنین میکند، چیزی رو میداند. تنها موندیم ها؟ چیکار میکنیم آقای طاهر؟ با سربازان خبر نمیدهیم؟ خبرهای به سربازان داده امان را بهر را میفهمند. باید این کار را خودمان کنیم. خب لیکن با اینقدر آدم چطور به تشکیلات هجوم میکنه؟ من هم هستم، مرا هم حساب کنید اکا. برفین تو را با خودمان گرفتن نمیتوانیم. چرا؟ آخر من از شما دیده با تجربه‌ام. برفین آخر مادرم و دیلا در اینجا تنهایند. اکا راست میگوید. تو در دهه ایستاده آنها را محافظت کن. بیاد میرویم بچه ها. او گپ نمیزند، بیهوده کوشش نکن. معلوم میشود که با او عذاب نمیگذرد. این طور باشد شما خواهرش را استفاده کنید. چی طور؟ الو. دکتر با همراهانش به حرکت برآمدند. خواستم شما را خبردار کنم. مایلش تشکر. دکتر برای قماندان را نجات دادن به قرارگاه هجوم میکرده است. با 5 ابلهی در برش بوده براه برآمده است. اکنون آن طرفش از شماست. دیلا، با من میایی؟ از من چی میخواهی؟ سوال نده. کنی راه گرد؟ راه گرد گفتم. راه گرد. راه گرد. اگر از یکم کس کمک پرسی، هم تو و هم او را میکشم. شرف مدیا تقدیم میکند. صبح بخیر. صبح بخیر کزبان. عبدو با عملیات رفته است. به فکر من دیر کردم. ها رفتند. تو در کجا بودی زیلان؟ به نزد اکم رفته بودم. خوب. لیکن به کجا می روید؟ یک بیمار بود است، به نزدش می رویم کزبان. به نزد بیمار می رود و چرا در دستش جزدان ندارد؟ با کدام روی به نزدم می آیی؟ با کدام روی؟ یلدوز او رو می کشید این طور نه؟ می کشید. می توانی او رو ببینی. تا نزدیک شدنشان انتظار می شویم. خوش نزدیکتین. اکا جان چه حال دارید؟ سلیمه خواهرم. اکا جان طاقت کنید، صحت می شوید. خودت را فریب نده سلیمه. عاقبت من معلوم است. نه اکا جان، نجات می دهم.
کسی به شما ضرر نمیرساند. سلیما گوش کن، این راه نیست. اینها با خو اینها کار میکنند. میدونی برای چی مرا عذاب میدهند؟ میخواهند از من فهمند که درباره آنها چه چیزها را میدونم. پرانه پنهان شده. سلطان از آمدنمون خبر داشتن، دام گذاشتن لعنتی ها. بله همینطور. در اینجا زیاد ایستاده نمیتونه. پس میگرده بچه ها. درباره اونها یک عریضه نوشته بودم، اما عریضه به دستشون افتاده است. در این باره دیگر به کسی چیزی نگفته بودم. میخواهند این را فهمند، اما بغیر از من کسی این را نمیداند. برای همین تشکیلات مرا کشتن میخواهد. اینها مرا زنده نمیگذارند. شما چی ها میگوید اکا؟ همه اینها حقیقتن. این چه طور میشود؟ متاسفانه بدی کار در این است که من بر نمیگردم، مرا زنده نمیگذارند. حالا که وقت هست تو پس کرد خودت را نجاده. نه اکا جون، شما را ترک نمیکنم. نمیگذارم که به شما ضرر رسانم. کاش به آنها دخالت نمیکردید. اگر پیشتر این طور شدنش رو میدونستم باز همان عریضه رو میسپاریدم، حتی از آن زیادترش رو میکردم. کنی راه گرد برا. به اینجا گذر. از من چی میخوایی زیلان؟ با من سری بابایت رو میگویی. چی رو فهمیدن میخوایی؟ خرقه مولانا خالد را که پوشیده است. تقدیم میکند. من از کجا میدونم زیلان؟ میدونی با من میگویی وگرنه از اینجا مرداد میبروید. گپ زن. همش را با سلیمان نقل کرد. بغیر از عریضه چیزی دیگری نیست. با کسی این معلومات رو نگفته. خیلی خوب شد. می توانید کشید، اما مثل قاچاقبری مواد مخدر مرد. مثل قهرمان نه، مثل خائن بمیرد تا دعواهای گذشته‌اش رو کسی اعتبار ندهد. میلش باتن چه شد؟ میکشیم اما مثل قاچاقبر. خوب همه پس کارتان شوید. وقتی جدا شدن رسید. اکنون با آکد خیر و خوش کن. به این روزی نمیشوم. میمورم اما روزی نمیشوم. دیگر کار نمانده است خانم دکتر. کنی زودتر کشاید. یک طرف ایستید. کشاید راه رو. یک طرف گفتم. زیلان نزدیک نشوید. میمورم اما کم رو نمیدهم. این رو دانید. بیوین کم رو نجادید. برفین چی شد کزبان؟ شما همیشه از من میرنجید که چرا کنجکاوی میکنم.
توبه برای همین رو گفتن اومدی قیزبان؟ نه با خدا که این دفعه کنجکاوی هم فایده آورد. اگر دانید که چی شده است گپ را دراز نکرد از زودتر گوی. مایلش زیلان دیلو را دزدید. چی؟ با کجا برد؟ من میدونم با کجا رفتید. زودتر ایست. اینها گریخته رفتن. بیایید به قرارگاه برگردیم. زودتر. آقای طاهر گمان کردن که ما گریختیم رفتن. چه فکر داری طاهر؟ مادامی که چنین فکر کردن میتوانیم آنها را فریب دهیم. با این قدر آدم چیتر به قرارگاهشان هجوم میکنیم؟ با تعداد کم به آنها هجوم کردن این خودکشی است. پس نگاه کرده ایستیم که قماندان را کشن یلماز. اگر به قرارگاه درآییم همه همان را میکشند. کسی میآید؟ اینها کیستند؟ به فکرم سلاحداران تشکیلاتند. حالا راه همان دراز است. کمش مونده است. صبر کن. اگر به جای اینها گذریم میتوانیم به آسانی به قرارگاه درآییم. بله راست میگویی طاهر. از جویت نجوم سلاح را گذار. رمز مخفی رو گبزن. گبزن ابله. خواطر نشو. من راهش را میدانم. راهگر یلماز، من با او با لحن خودت گپ میزنم. راهگر چند بار گویم زیلان من سیر را نمیدانم. بله رحم نکرده میکشم. گبزن نگویم. باور کن نمیدونم. برای چیزی که نمیدونم مرا میکشی. سلاحت را مان زیلان. من فراموش کردم. چه شد؟ زیلان سلاح دارد. گبزن آخیر. چی کار کردم ایستم؟ بای منی بیعقل. چی کار کردم؟ زیلان ایستم. چی شد دخترم؟ دل خوب هستی؟ خوبم برفین. خدا را شکر در وقتش آمدید. این دختر چی درد داشته است دیلو؟ نمیدونم آخر. بابایم سیر داشته است. آن را میپرسد. همش همین بوده است؟ بله. چه خیلی سیر بوده است؟ همه دیوانه شدند. من و یلماز فکیو از پس حجت های بابا ابراهیم میگشته است. چگونه حجت است که به تو سلاح کشید؟ نمیدونم اما چنانی که فهمیدم در خصوص بابایم چیزهایی هستند که ما خبر نداریم. با جولی گپ میزنم. بله از جولی به گبر. از عرضی به عبدالله باغبان سلام رسان. او به تو کمک میکند. مالش تو بازدید. یعنی صاحب خرقه را عبدالله میتوند. وقتی که طاهر با همراهانش در نزدش هستند
چطور با عبدالله نزدیک بشوم؟ روی مال همه چیز را میپوشاند. شرف مدیا تقدیم میکند. دکتر یلدوز، سلاحت را فرار. این کار اینطور حل نمی شود. التماس مانده کم رود. مرگی او را طاقت کرده نمیتوانم. یلدوز، آرام شو. آرام شو. تمام. جنگاور بودنت را نشان ده. عقد خواهین است. من جنگاورم. با دوایم خیانت نکردم. اما نمیگذارم که اکم رو کشید. یلدوز، کاری کرده نمیتوانی سلیما. مرا از این بیناموس‌ها نجات داده نمیتوانی. اجازت نمیدهم اکم. کنیزاتر خوب شده. برو شاید اکم رو سر دهید. اکم رو سر دهید. التماس میکنم اکم رو سر دهید. زودتر. با من نگر ابله. با من یک خلطه بار بیا. خوب شده سینون. چیکار کردی ایتن؟ تمام. دکتر با رفیقانش به پشتشان نگاه نکرده گریختند. بسیار خوب. راه گرد. ایست. رمز مخفی. با تن آفتاب برآمد. اینها خواهشمندان هستند. به قرارگاه میبرم. گذرید. تشکر برادر. حضرتم، یک زن آمده است با شما صحبت کردن میخواهند. گوی درآید. بیا درآ. بیا دخترم. مرحمت چی میخواهی؟ از شما یک چیز رو پرسیدن میخوام حضرتم. پرس دخترم. مرا ارزین فرستاد. ارزین گفتی؟ چی میخواهی؟ میخواهم فهمم که خرقه مولانا خالد در دست کیست. واه 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 واه. سرده. اکا جان. اکا جان برا سرده. اکا جان التماس این کار را نکنه. اینها کیستند؟ اینها خواهشمندهایند سینان. یک طرف ایستید گفتم. یک طرف ایستید. گذارید. زودتر. خواهشمند بوده است. اکا جان. این احمق کجا شد؟ التماس. حیوان. مرحمت کماندو. یعنی خلطه رو ده. خواهش میکنم نکنه. اکا جان. این را گیر. این را گیر. این کار را نکنه. التجا میکنم. همش را گیر. همش از تو. این کار را نکنه سینان نکن. التجا میکنم سینان نکن. بوتان کمک کن بوتان. یوش رو نکشن یلماس. سینان نکن. التجا میکنم. چیکار باست؟ ایتن. پرانه. این دختر است. ولی خبر خوب گذاشته است.
اکا جون سلیما اکا جون روح گردید با دقت باشه خوب هستی آنها را دارد شرف مدیا تقدیم میکند با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو بخبر شوید. شما رفتن گیرید بوتان نیست چرا ما رو من بکنی سینو در این جای ناهموار با آنها هجوم کردن بیعقلی است قبلا آنها به قرارگاهمون درآمدن ما رو شرمنده کردن عقلت را کار فرما بوتان آنها الکی در پس سنگ ها موقع گرفتن یک ما رو نیست میکنن احوالمون وزن است بوتان کار میکنیم سینان یگون کار کرده نمیشود به قرارگاه برمیگردیم مالش کنی زودتر بوتان میروید زودتر کنی ابله‌ها از اوده یک کار هم نبر آمدید کنی راه گردید به هنرها راه گردید سینون چی میخواهید؟ با حکم چی کار کردید سینون؟ بشکو یلدوز به خود بیا طرز رفتار کن که به جنگاور زیبنده باشد اما راه گردید بی هنرها راه گردید با حکم چه شد بوتان؟ دختر او را گریزاند چرا حکم را کشتن میخواستید بوتان؟ حکم وقتی که سرباز شد به فرمانی مرگش خودش امضا کرد گریه نکن جنگاور اصیل برادر مادر و پدر ندارد کنی خیز به خود بیا مرا جیغ زدید؟ چتین تشکیلات برای ما خیلی مهم است هر کارهای چرکینی که توسط گروه عبدالله عملی میکنیم
اسلام را سست میکند. یعنی چنان نقشه عالی میکشیم که جنایت های بزرگ از نام دین اجرا شوند و اسلام دینی تروریستان معرفی شود. در منطقه قوه های حاکم را تغییر میدیم. از این پس گردش مواد مخدر را تشکیلات دینی به عهده میگیرد. لیکن تشکیلات دینی از عهده‌اش برآمده میتوانسته باشد سردار. تشکیلات دینی از روی نامش آبروی خاصی دارد. این آبروی در دولت‌هایی که مواد مخدر میگذارد به فایده امان است. امروز عبدالله عملیات نخستین را عملی میکند. باید کاری کنیم که مال تشکیلات به دست او افتد. الو مایلش ابله‌های بیهنر قماندان را از قرارگاه گریزانده است. دکتر با آدمهایش. باید کاری او را در حال حل کنی. چتین زندهش یک طرف مردهش هم به ما ضرر رسانده میتواند. خوب شده است. در مکان عبدالله اغوای کلانی میخواهم. حادثه ای که او را در نظر مردم معروف و مشهور سازد. همراه این کار مواد مخدر را هم تشکیل کرده و دکتر سبق خوب میدهی. در اینجا چیکار کردی؟ با عبدالله صحبت کردی؟ بله برزم. خرقه مولانا خالد در دستی کی بوده است؟ برای جواب دادن وقت طلب کرد. چی خیلی وقت طلب کرد؟ در دستی کی بودن خرقه رو میکوبد. با فکرم میداند اما نگفت. ما را سرگردان کرده میخواهد. چیکار میکنیم؟ بغیر از انتظار دیگر چاره‌ای نداریم. شاید که به عبدالله فشار آوریم. چی گفتی؟ وقت می رود. این به عرشی پسند نمی آید. گویا به من پسند باشد. در این دیه در موندیم. به چه احوال رسیدیم؟ چی کار کنیم؟ تا از عبدالله جواب گرفتنمون انتظار می شویم. خوب نشد که به دل فشار آوردیم. دیگر در دیه آزاد گشته نمی توانم. انا اکنون آنها هم از نیتمان خبردار شدند. او تنها خرقه مولانا خالد را میداند. دیگر چیزی را نمیداند. حامله دارم. آکه همه را میکشد گفت. معلوم میشد که همه دروغ بوده است. یک دختر صحت و سلامت. اکنون سببی به یلماز چسبیدنش معلوم شد. دیلا بابا ابراهیم به تو درباره خرقه مولانا خالد چیزی نگفته بود؟ نه خاله زلول چیزی نگفته بود. چیزی نمیدونم. آیسته زودتر اکا آیسته بداریم داروی آقای قماندان چی شد؟ دیلا زود برای جراحی آماده شد. مالش آقای طاهر. شما براید یلماز تو هم. خوب شد است طاهر. اینها در اینجا چیکار میکنند؟ چتین نابکار. به خدا اکی طاهر و قماندان را میبرن. باید زود روم. آقای دکتر چی شد الدو؟ چتین نوبکار چی؟ گروهش را جمع کرده می آید.
همشون مصالحن. چی؟ چیکار میکنیم طاهر؟ آنها نباید من و یوز رو ببینند. تنها یک راه داریم. دکتر در درون است. مگر تو را نبرده بودی؟ به فکرت او در درون بوده میتواند. از افتش را هم بردن لازم می آید. اما دعا کن که باید دکتر را یابم. کسی از جایش نجنبد. دکتر را میخواهم. در کجا بودنش را تو از ما دیده خوبتر میدونی. این را بینا. مادری دکتر در همینجا بوده است. معلوم می شود که حالا هم عقلت به جایش نامده است. کوگب زن پسره در کجاست؟ نمیدونم. نمیدونی ها؟ نمیدونی. مادام تو در این جایی او در کجا بوده بتواند. همه جا را کابید. خوب شده است. دکتر در کجاست همشیره؟ نمیدونم. به کجایی که فواد رو برده باشی او هم در همون جاست. در اینجا کی خواب است؟ یکی از بیماران. کو یک رویش را ببینم. متاسفانه نیستند. می روید. به پسرت گوی او یک فراری است و من یک روز او را دستگیر میکنم. میفهمد که از دست من گریخته نمیتواند. گوش کن. قماندان رو در نقطه تیبی نگاه می‌دارند. به نزد عبدالله می‌روید. فهمو سردارم. رفتن پسرم. برو. دیلا زود باش. زود باش دیلا. یوز قماندان رو گیرم. بیایید کمک کنید. باید زود جراحی را آغاز کنیم. کنی آهسته تر. آهسته. آن همین طرف دیلا. جراحی را سر بده. کنی به این طرف. آقای طاهر، خدایا خودت به او شفا ده. اللهم صلی صلاتن کمیلتن و سلیم سلامن تمن السیدینا. حالا به من گوش کن. روغن در نقطه طبی است. من دکتر را با آدمانش از دیه میبرارم. شما باشید آمده روغن را میگیرید. همش فهمو؟ فهمو. ظرفی روغن با همان مقصد سوراخ کرده می شود. فهمو؟ فهمیدم. سینون چه شد باتان؟ کنی از پسی کارتان شوید. چه شد باتان؟ باید زود حرکت کنیم. چیتین زنگ زد. یوز قماندان در نقطه تیبی بوده است. چیتین با گروهاش طاهر رو از دیه میبرارد. ما باشیم رفته قماندان رو میگیریم. با دقت باشد سینان. یلدوز این رو نشنود.
تنها یلدوز نه، یگان نفری دیگر با گروه ضد ترور همکاری داشتم رو فهمد. دیگر تشکیلات رو داشتم نمیتوانیم فهما. فهمیدم. ایتن لابای سینان با خودت یک چند نفر رو گیر. کنی بیا رفتم. مایلش سینان گذارید. تو چی نقشه داری بودن؟ تو چگونه انسانی؟ میرویم. دوست به اینجا بیا. به هیچ کجا نمیروی. سرده. اینجا بیا. سرده مرو. زودتر. سرده گفتم. یلدوز. سرده گفتم باتم. یلدوز. باتن. ختنه توی سر شد؟ حاضر شروع می شود. خب کمی دیرتر آمده هجوم میکنم، اما باید دکتر رو با آنجا بیاری. باید همش رو بیند. خوب شد است آقا، خواطر نشوید. جبار. لبای حضرتم. رفته دکتر را با آدمانش گرفته بیار. سایدار جغ میزند گوی. خوب شد است. دیلا دیگر دورو حرام ده. مایلش آقای طاهر. قیزبان ما چیکار میکنیم؟ خیر چیکار کنیم آلدو؟ میدونی من چیکار میکنم. من تو رو از پدرت خواستگاری میکنم. راست میگی آلدو؟ با خدا راست میگویم. لیکن این کجتر میشود؟ پدرم مرا به تو میدهد. مرا نادرست نفهم، اما تو یک چپوری بیچاره. من باشم دختری رئیسم. قیزبان کلک هم چوپون بود، اما چیکار کرد؟ با دخترش رو عاشق شد، یک گلاش کرده. پدرش رو فریم کرد، دخترش رو گرفت. راستی اگر پدرم شما باشد من شما دختر میشم. حمیدم السلام علیکم رئیس. و علیکم السلام. خسته نباشی. قیزبان کار میکنی؟ شرم نمیداری؟ از اینجا مردم میگذارن بی تربیه. گذاشتم گیرم پدر، ما بین خودمون گم بزنیم اخیر. آدم برای این گم زنید. کنی راگرد کن. چرا جنجال میکنید؟ آخر تنها یک دو کلمه گپ زدیم و خلاص. دمت رسید. گپ نزن. با قیزبان گپ زدن ممکن نیست. فهمیدی؟ ادای شوپان. این طور نگوید. اما اگر شما اجازه دهید امک جان. کنی گپ زن. من از شما قیزبان رو خواستگاری میکنم. او چی ها میگوید؟ خواستگاری میکند. دای چوپان هددرگان. تو کی هستی که دختری مرا خواستگاری میکنی؟ خانه او در ندارد، باز آمده دختری مرا خواستگاری میکرده است. تو اول رفته شکم رو سر کن ابله. کنی راگرد. رو در دستش بینم میکشم. کنی راگرد ابله. راگرد گفتم. من چیکار کردم؟ راگرد. خوش آمدید. نور و صفا آوردید. اینا هم در ده خودشون رو جد کردن. چشمت کور شود. اینا بیله حالا هم نگاه کردن. کنی رو دانی شپون بود است. دختری مرا میخواست است. قماندان چه حال دارد پسرم؟ ما کاری از دستمان آمده را کردیم. انشالله صحت می شود. انشالله پسرم انشالله. دعا کنیم با مدد الله صحت می شود. خدا شفا دهنده است. ما ذکر شفی را می کنیم. بله مادر راست گفتید. باید دعا کنیم. مادامی که تشکیلات از پس قماندان است باید او را خوب محافظت کنیم. اکا انشالله محافظت میکنیم. السلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم برسلام. خوش آمدید. حضرت سیدات رو انتظار است. برای چی؟ رهبرمون با تو گپ داشته است دکتر. زود آدمانش را جمع کرده بیاید گفت.
بیا برویم طاهر. زودتر رویم آقای طاهر. اگر همه‌تون روید قماندان رو کی محافظت میکند؟ من در همین جایم اکا. الدا باشه در نزدیک در است. خواطر نشوید. تشکیلات بدهی که در حمایت رهبرمون است نمی‌دراید. پسرم خواطر نشو رو پسرم. رفتیم. این طرف باشد میرویم. رفتیم. با دقت باش پسرم. آنچه تن در اطراف میگردد. با احتیاط باشید. شما هم احتیاط کنید. که هجوم میکنیم؟ انتظار شوید. اول دکتر بیاید. فهم سردارم. او را خوب پیشواز میگیریم. سلام علیکم. سلام علیکم. السلام علیکم جنابم. رحمتون مبارک شود. و علیکم بر سلام. حضرت سیدو در کجا؟ او در عالمی که ما میدانیم نیست، در دیگر عالم است. گپتون حق است. با پیغمبرمان صحبت دارد صلی الله علیه و سلم. اشتهایتون خوش خوش آمدید برادران. خوش باشد حضرت سیدو. خوش آمدید حضرت سیدا. خدا شما راضی باشه. بچه هایمان را خدمتویی کردید. تمام مصرفش را به گردن گرفتید. خدا را شکر. خدا را شکر. همه اینها سربازان الله می شوند. انشالله. انشالله. خدا از حضرت سیدا راضی باشد. مبارک شود. مرحمت حضرت سیدا. مرحمت کنید حضرت. مرحمت گذارید. گذارید. مرحمت. گرد بیتن و جلاره بالنجات بعشق و شوقكم ببجين الصلاة صلاة الله عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد سلام الله عليك. کوبیا دکتر. راه گردید میرویم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد به حد به خدای عالمین و خدای دایم دین مبین. گرنا امت خیر البشر تابع و مقتدای نامور او خدای مالک ملک عظیم دایم میراث قرآن کریم. دین مكر كامل نعمة تمام يعني دام أحمد دار السلام او خدای بنظیر ذو الجلال بمثال بهفال بزوال رازق بدست و پا و مرمور عالم سرانه گوته در صدور. در اینجا چیکار میکنید؟ چی گپ هست ها؟
لحنه توی است برای همین پروندن. چیتین در اینجاست. مرا خوب گوش کنید. با شما گفته بودم فعالیت های مذهبیتان را بس کنید، اما شما حالا هم دوام میدهید. شما در این دولت زندگی میکنید و قانون های این دولت را رعایت میکنید. اکنون به این عادت کنید. جناب عبدالله، به فکرم تو با عقل نمیشوی و تو نگفته بودم که این کارها را بس کن. ابله تو مرگت را میخواهی ها؟ گمزن کدی گمزن ابله، یگان چیز گوی آخیر. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. جناب عبدالله، راه گردید، خانه‌تان را میکوبیم. اگر یگان چیز ارتجاعی یافتم شما را نیست میکنم. راه گرد. الله اکبر الله اکبر الله اکبر. بمانها بمانها. حضرت سیدون سر دهید همه اتان را میسوزانم. در اینجا بغیر از من کسی نیست. در اینجا همه کس منم. شما را کسی نجات داده نمیتواند. سیگار دارد. یگان نفری دیگر نمورده. راه گردید جناب عبدالله. طاهر ایستا نمیگم ایستا میگم طاهر ایستا طاهر ایستا. او را نفت گرگیم نمید. طاهر ایستا طاهر یک طرف ایسته یک طرف گریز میگویم رو میکشم به این طرف ایستید به این طرف. این مثل نمیتونم. شما خوب هستید؟ همه که همید؟ خوبم کمی دغلی کردم، از من نرنج. مهم نیست. کنی زود مقصدت را بگوی. کاری مواد مخدر منطقه را توی اداره میکنی عبدالله. سرخ همین طور میخواهد. به فکرم حسم خوب میشود. خواطر نشو. در این باره تنقیصی نمیکشی. تو کارت را کن. مگر آن کار از دستمان میگریزد؟ تو خواطر نشو. سربازان ما در سر کارند. عملیات نخستین را امروز میگذرانی. یک گروه کلان مال امروز از سرحد میگذرد. در وادی ماران به تشکیلات میسپارند. تو آن مالها را میگیری. فکر کن که حل است. اکنون موریدی نبود در تمام عملیات ها اشتراک کند. بعد دیدن این حادثه ها البته اشتراک میکند. بیا رفتیم عبدالله. بازی سر شد. تکبیر! الله اکبر! الله اکبر! تکبیر! الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! حضرت سیدنا سر دید ما را گیر. داده الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! او گریخ داشته نتوانسته. ابله های نابکار راه گردید.
اینها چه خیلی انسانند. بیا دختر، سیدو رو انتظار نکنیم، رفتیم. میرویم موقعی دکتر راه بردید میرویم. حضرت سیدا در درون است؟ بله بله. آقای جبار وای رای خیلی بود است. مایلش من خبر میدهم. ها 15 ویلا گفتی همین طور نه؟ شماره اشون همین است. خدا را شکر. آمدن. ها باز حضرتم بعد از واقعه های دیروزه باز 15 اویله دیگر با شما بیعت کردن میخواهند. السلام علیکم. خدا نگهبانتان. و علیکم بر سلام آقای دکتر. تشکر. احوالمون رو دیدی؟ کاری کرده ای؟ دولت را خودت دیدی؟ آخر چون این ظلم باز در کجاست؟ کدام دولت این طور ظلم میکند؟ گوش کنید. بچه‌تین نگاه کرده دولت چنین از گفتن نمیتوانیم. آخر به نزد ما آمدی، کمک خواستی، به ما پناه بردی، ما هم به تو کمک کردیم، دهات را از بدینان نجات داده در حمایه امان گرفتیم. لیکن تو چی کار کردی دکتر؟ ما را زیر پا کرده گذشتی. گوش کن دکتر، این را خوب در یاد دار. بدینان کسانی در کوه بوده نیستند. دولتی که به او تکیه میکنی پدر بدینان است. ما باشیم به مقابل آنها می جنگیم. یعنی خلاصه گپ تو به یکی از قماندان بدین کمک کرده او را پناه میکنی آقای دکتر. بله شما به ما کمک کردید، اما قماندان بیگناه است. از طرف تشکیلات او را کشتن میخواستند. مجبور شدیم که او را پنهان کنیم. دکتر اگر این دلسوزیت نمیشد بر رویت نگاه نمیکردم، لیکن دلت صاف است. این دفعه هم گناهت را میبخشیم، اما تنها همین دفعه. اگر بار دیگر از گپمان برایی، همه برای خودش می رود. فهمیدی؟ من از راهی که اون را راست میدونم نبرآمدم. تا وقتی که بر راست بودنش باوری دارم نمیبرایم. این طور باشد حمایه کردن قماندان دولت بدین را دوام ده.
давлат бедин нест. дар ҳама ҷо одамони хубу бад ҳастанд. бо чашмони худам нафаронеро дидам ки аз номи давлат истифода карда мардумро азият медиҳанд. аммо явуз қумандон мисли онҳо нест. ба ман бовар кунед, ӯ инсони неку дуруст аст. ман ба ин худам шоҳид будам. مادام این طور میگویی رفته این را به بیچاره‌ای که در ختنه‌جویی فرزندانشان کشته شدند نقل کن. او مرده رفت، لیکن فرزندان یتیم و همسرش را کی نگاه و بین میکند؟ باز هم میگویی که دولت چنین نیست. ما با چشمان خودمان دیدیم دکتر. انشالله تو هم میبینی. دکتر در دهان است همینطور. این چیتین هم به ما فایده کرد. گویا از تشکیلات باشد. فهمیدن یلدوز خوب نشد. هیچ گم نه باتن قماندان. بین هم کار می شود. این کار بینا دستی که در جای بیکی است معلوم نیست. او هم عادت می کند. کنی رفتیم. راه گردید می رویم. التماس مرا سر دهید از اینجا برارید. اکا قربانت شوم نمون. خدایا او رو در پناهت نگاه دار. تو رو در دست آنها نمیگذارم. مادرم نمی آید؟ نه، بالای سر قماندان دعا می خوند. و اسألک باسمائک یا مومین یا مهیمن یا ملقین یا مبین یا محوی یا مزین یا معوی یا زودتر. زود باشید. اکم رو به آنها نمیگذارم.
یا خدا دیر کردم. طاهر در کجای طاهر؟ یک چیزی دیگر دکتر. اما نمیدونم گویم یا این که نگویم. میتوانید گپ زنید. یک خبر گرفتیم. تشکیلات از وادی ماران مواد مخدر میگذرانیده است. هجوم کرده مواد مخدر را از آن بدینان میگیریم و تشکیلات درس خوب میدهیم. آن زقم را نصف میکنیم انشاءالله. در این کار خیر تو هم با ما میروی. البته برای با شما کمک کردن آمدم. خدا از تو راضی باشد دکتر. این طور باشد زود آدمانت را جمع کن. در وادی ماران وا میخوریم. ما هم با آنجا میرویم. زود باشد به سفر میبرایم. آمادگی جهاد را سر کنید. خوب شده است. مراد تو داماد امکی حمید رو بیار. مایلش. مراد به قهوه خانه هم در اگر خواهشمندان باشن آماده کن. مایلش تو بازی. زودتر. بیایید خوب جا بیایید. چی oldu؟ مادر چی شد؟ وقتی چی شد؟ خوب هستی؟ خوبم. هجوم کردم پسرم. خوب هستی آقا؟ چی خیلی هجوم؟ خوبم. تشکیلات کماندون را برد. چی؟ باید زود آماده شده رویم. یوز رو یافتم مواد مخدر رو هم دریافت کنیم. رفتیم. ماند همینجا ماند. آیتین تو به قرارگاه رفته با آدمان با وادی ماران بیا. خوب شده است باتان. بیایید میرویم. تو؟ بله من. باز به دستم افتادی کماندون. مرا سرگردان کردی. آن طرفش کاری من است. من کماندون رو وقتی گرفتنی مواد مخدر میکشم، بعد به سربازان خبر میرسانم. وقتی که سربازان از پسی او میشوند شما مالها را میگیرید. بناموسا اگر مرا کشیدم دریا زود کارهای سیاحتم روی آب میبراید. اگر خواهی تو حل کن. نه
این دفعه تو لذت بر. از پسش بسیار دویدی، خستگیت را برار. برین کوره به درمان باب او رو از من زندگی جسدش رو به شما نمیگذارم. اکم به این خیلی مرگ سزاوار نیست. سزاوار نیست. مگری خاملاله مگری او چه حاله کسی نمی آید. خبر درست است، حتما آنها می آید. انشالله یه روز کماندون رو نجات بدهیم. زودتر چی بخوایی؟ دهانت را پاش. کاری نکردم. دهانت را پاش. من گناهی ندارم. نباشد این چیست؟ قرارگاه منطقوی است. میخواهم خبری رسانم. سینان با آدمانش می آید.
آمدند. کنی مالها را گیرید. بینه بطن شاد کنی گیرید اینها را شاد رفتیم برویم الله اکبر بینیدا بادام افتادیم به این طرف ما بادام افتادیم اکنون چطور بکنیم؟ دختر بانو ملای نابکار ما را بادام افتاند در اینجا میمورید زود با کفا میرویم مالها چی میشه با سینون از آنه که جان ما میرود خوبش مالها رود کنی پرون رفتیم ایتن با کفا میرویم کنی بیاید میرویم زودتر رفتان خرها را داره کنی رفتم زودتر اکا جان مرا ببخش ندانستم تو را گوش نکردم اکا مرا ببخش اکا جان از این خواهین ها انتقام تو را میگیرم این را به آنها نمیبخشم اکا يا أخي بوس إيدك تسامحنا على اللي صار بوعدك إني راح آخذ لك بتارك ما راح خليهم يهربوا بعملتهم أخي اینش کیست؟ او را دارد زنده میخواهم آمدیم حضرتم اینها را برده سوزانید اما به جای دورتر روید بویش حرام است به این جاها نآید خوب شده است
خدا از همه‌تان راضی باشد. با کمک شما به بیدینان ضربه سخت زده. اصلا با کمک شما شد حضرت. با کمک الله ریشه آنها را از این خاک، از این سرزمین میکنه انشالله. خدا از شما راضی باشد حضرت سیدا. الو یعنی گرفتید مایلش حاضر می آیم و کارخانه کهنه می برند همین طور نه مایلش دکتر با آن ملا با آن ابله نابکار جانمان را قصد کرده است. مالهایمان از دست رفتند. خیلی بد شد. به خدا قرار چی میگویی؟ به خدا نمیدانم. الو چی؟ یلدوز؟ مایلش حاضر می آیم. ایستا باتن ایستا. چه شد باتن؟ یلدوز گریخته است. چرا ایستاده ایم؟ از پسش برمیم. کنی ایتن گروه را آماده کن. برای برایم رفتیم. نیست. گروه به زیر زمین فرو رفته است. تا آمدن سربازان در آنجا بودن جسد را نظارت کن. خب شده سردارم. شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو بخبر شوید. این دختر چطور گریخت؟ چطور؟ خواطر نشو باتن قماندان. جای رفتهش معلوم است. به نزد پدرش می رود. حتما او را می یابیم. بعد به او نشان می دهیم. کنی راه گردید. راه گردید می رویم. حالا هم او را نیافتید؟ قربانت شوم. پسرم را یاب قماندان. ما را ببخش رئیس. به دعوت آمدیم اما چنانه که میبینی این هجوم است. کنی کبزن دختره در کجاست؟ دخترم؟ او از دستتون گریخت؟ پسرم چی؟ او پسرم چی کار کرده؟ پسرم در کجاست؟ باتن معلوم می شود که حالا ناآمده است. ایستا سینان ایست. پسرم چی حال دارد؟ با او چی کار کردید؟ قربانت شوم سینان. گپ زن آخیر گپ زن. کنی یک طرف ایست. با او چی کار کردی؟ از کجا دانم؟ چنانه که میبینی از هوش رفت. ای خدا. یلدوز حالا در آنجاست. کنی زودتر دستگیر کنه. دستگیر کنه. او را دارید. دارید.
مالها را به تو تسلیم کردم. سربازان نظارت را سخت کردند. از منطقه برآوردن نمیتوانیم. حالا مالها را فرستادن نمیتوانم. اینها با عبدالله امانت. در یگان جای خوب پنهان کند. خوب شده است. پدر عروس دکتر را به ده بردید؟ بله سردارم، رفتیم. انا همین طور شد. کیست در اونجا؟ او کیست؟ کی باشد؟ آقای حمید. آقای حمید. آقای حمید. آقای حمید. آقای حمید. شما را به خونه برید. من دکتر را میارم. بیا. دقت کن. بیا. دقت کن. پسرم، اون آدم در همه جا تو رو میکند. قربانت شوم، در اینجا نیست. هیچ نباشد برای تو یک جای افته تو رو به آنجا کجانه. وگرنه چتینی ظالم تو را به حالت نمیگذارد. خواتین مشهد مادر، او به من هیچ کار کرده نمیتواند. اگر مرا داشته میتوانست کای ها مرا دستگیر میکرد. آقای دکتر، اما که امید را آوردند، او را عذاب دادند. چی میگویی؟ او در کجاست؟ در خونه‌اش. این احوال رو بینن. اما که امید با شما چی شد؟ این رو کی کرد؟ آدمی دولت پسرم چتین کرد. چنانه که فرمودید یوز قماندان را همچون خائن دولت قید کردند. عملیات ها برای به قوت کردن عبدالله دوام دارند. خب دکتر را هم ترسانیدن گیر. به راحت حرکت کردن نتواند. اگر حرکت هایش را محدود کنیم زیادتر به عبدالله محتاج می شود. خواطر نشوید سرداران. باز به قدر امکان کوشش کن تا عملیات هایت را دکتر ببیند و به عبدالله باور کرده دل بندد. آنها با دستان چرکینشون میخواهند نام دولت را بسازند، اما یک روز بچه های کندهشان میافتند. تو چی ها میگویی پسرم؟ سیدو گفته بود که آنها همین طور هستند. تمام گفته هایش راست برآمد. راست گفته است پسرم، راست گفته است. چی شد؟ چی گفت شد؟ سیلاداران هجوم کردند. طاهر یاریده مرا بکشند. رفتیم با اون طرف. اینها از کجا بر آمدند؟ از دکتر را برد و در اون در آمدن مشکل است. چی کار میکنی؟ باتن با قفا میرمیم. یکون راه دیگرش رو میابیم. باتن یک نفر را به ده فرست. سایته تو را. میلش باتن حاضر میروم.
گیر دخترم. سلیما این دارو رو نوش. آرام شو. بعد واقعه رو با ما نقل میکنی. گیر سلیما. او را کشتن. در پیش چشمانم اکم را کشتن. دست و پایم بسته است. تنها تماشا کردم. چتنی برم اکم را کشت. بوتن هم در همانجا بود. اکم را کشتن. شد دخترم، آرام شو. نفسی چکار گیر. آن ظالم ها به همه عذاب دادند. کی چکار میکند معلوم نیست. البته یک روز حسابی همه‌اش را میسپارند. کاری کرده ندانستم. هیچ کار از دستم نآمد. دخترم خدا رحمتش کند. اکنون او شهید شد. روحی اکد حضورش را یافت. گریه نکن دخترم. او شهید شد. اما به وجدان ها چنان کار کردن که حکم را خواهی نشان دادن. گویا او قاچاقبر باشد. او را به ناموس وطن فروش اعلام کردن. از همشان انتقام یکم را میگیرم. یگان نفری آنها را زنده نمیگذارم. سلیما با خود بیا. چی خیلی انتقام؟ مگر چیزهای پزی سر کردت بسنده نبودن. باید رفته تسلیم شوی. اگر اکد زنده می بود او هم همین رو میخواست. پسرم راست میگوید دخترم. آخر تو تنها با آن ظالمون مقابل برآمده نمیتوانی. به کی تسلیم شوم؟ خودش را کارمندی دولتی نشان داده با تشکیلات همکاری میکند. اکنون به کی باور کرده میشود؟ من فکر میکردم که با دوای با شرف خدمت میکنم. اما همش بازی بوده است. قسم خوردم خونی اکم رو در زمین نمیگذارم. خاله زیلال، از آن ظالم ها انتقامی اکم رو میگیرم. دستگیر میکنم. تو را ندارم. باز چی شد؟ کسی از جاش نجوبه. ماسی ازتی اینجا پینون شوید. کنی گذار. برای تشکیلات آزو خلاصی. ما دوباره در زندگی ما را به زور میگذرانیم. با شما چی دهیم؟ با خودمون نمیرسد آخر. شمس رو گیر. در خانه چیزی داشته باشه جمع کرده بیار. از ما چی میخوایی؟ قربان شما نکن. کدا کارو میترسانید؟ آروم شوید. در دست ما چیزی نداریم که به شما دهیم. اگر یک جور چکت ردونه نکنه تو را نکوشم. بیدو تو کارو بیاری. از برای خدا نفرانید. هرچی میخواهید بدید. تنها به هیچ کس ضرر نرسانید. بسرم شما باشید. هرچی تو بچون بید. زودتر. همش خوب بشم. نیست آخر. یکون چیز نداریم.
کودک را پروندی؟ بله سردارم از پایش. خب حاضر دکتر را جغ میزنند. که دکتر بیاید تا حسابمان را برابر کنیم. در آنجا کشتن اکم رو با چشمانم دیدم. از دستم کاری نآمد. خدا جزای آنها را می دهد. تو را از همه خوبتر من میفهمم سلیمه. در درون تشکیلات من هم چیزهای زیادی را پسی سر کردم. چیزهای زیادی را دیدم. دکتر! آقای دکتر! دکتر! چی گفت شد؟ زود بیاید. دادرم را سلاح دارم پراندن. در کجا؟ تو از کدام دهی؟ ما در سرحدیم آقای دکتر. سلیمه من زود برمیگردم. از نزد مادرم دور نرم. تو نترس. در ده با تو کاری کرده نمیتوانم. کنی بیا. رفتیم. یعنی برای یک نفری از تشکیلات بوده تیر پرانی کردند. بله حضرتم. باز چتین هم مالها را نگرفت. یک مدت در دستمون میستد. هیچ گپ نه. خوب پنهان کردی؟ خواطر نشوید. مثل هر وقت در جای باوری ناک است. مایلش. آن دختر در کجا است؟ حالا هم در نزد دکتر است؟ بله حضرتم. زود رفته آن بی ایمان را به اینجا بیارید. او را میکشیم. خوب شده است. قربانت شوم. پدر با من گوش نکردید. از اینجا رویم گفتم به شما. از این وقتی این گپ ها نیست. اول فرهاد رو بریم. بله رفتیم. شما را خدا فرستاد قماندان. یاری دهید پسرم را پروندند. به خدا سلاح دارم به خونه‌مان زده در اومدند. این آزوخه ها از آن شما است؟ بله از ما است. خدا شما راضی باشد. خدا شما راضی باشد. فرهاد خوین های بیناموس با تشکیلات کمک کرده شرم نمیداره. نه قماندان. کی گفت؟ با خدا خیلی کمک. با خدا ما هیچ کار نکردیم. این چیست ابله؟ این چیست؟ آنها به زوری آمده گرفتن قماندان. با خدا ما هیچ گناه نداریم. ما گناه نداریم. کار نکردیم. جیانمون را آمده پراندن. این کار خطا است آخر. ما هیچ گناهی نکردیم. این کار نکنید. آخر پسرم را پروندن. بزوری آزوخه را گرفتن. به خدا ما گناهی نداریم. اما دروغگیر حریف دروغگوی. مگر با تشکیلات همکاری داشته ندارم نمیدانیم. به خدا نداریم. چه گناه نداریم. پسرم جزایی به تشکیلات کمک کردنتان رو میگیرید. به خدا که ما گناهی نداریم قماندان. لباستان را کشید. شما چه ها میگوید قماندان؟ قماندان این طور نکن. ما را در نزد زن و فرزندانمان شرمنده نکنید قماندان. از این نشانه دروغگیر.
نازم التجا میکنم قماندان نکنید این کارو نکنید این کارو نکنید وای پسرکم از خدا ترسید نگاه کنه خوب نگاه کرده عبرت گیره نتیجه به تشکیلات کمک کردن رو بینید ها دکتر باز با خورده او را دارد یک طرف استید سرده از شما میگویم سرده دستم را سرده تو فراری هستی اما تو را دستگیر کردیم با او فایده نمیرسد سرده کودک خونی زیاد را از دست داده است جانش در خطر است او را بندید وقتی رفتن با خود میبریم استید بخیر است؟ مرحمت؟ دختر تشکیلات در کجاست؟ با دکتر چی کار دارید؟ چی؟ با تو حسابات یبکنی یک طرفی است ایستید چی کار میکنید؟ نداره چی طرفی است دختر تشکیلات تویی؟ منم خب برو برد ایستید نکنید سردیه نبره داخل او را نبره درو با کجا میبره درو از این دختر چی میخواهند؟ نمیدونم مادر جون برفی زود رفته با حکت خبر ده مایلش زود بشرا از من چی میخواهید؟ سردیهید مرا آقا مرا با کجا میبرید؟ التجا میکنم مانت کودک رو با دکتر خانه بریم خواهش میکنم رحم کنید آخر نکنید رحم کنید التماس آخر کودک میمرد قماندان التجا میکنم التجا این را پیشم داره که خواهش میکنم این کار رو نکنم خواهش میکنم آخر رو بینم این کار رو نکنید خواهش میکنم زیر کنید با دستتون پایش رو زیر کنید خواهش میکنم قماندان با ما رحم کن نزنید خواهش میکنم همه تو خواهینه پراکنده شوید ابله ها همکاران تشکیلات کدی گم شوید گفتم پراکنده شوید گم شوید از اینجا خائین ها ابله ها پراکنده شوید ابله ها همکاران تشکیلات زودتر بیایید
از خون روی زیاد کودک رو کشتن. چی شد برفین؟ آدمانی سعیده آمدن. سلیمه رو به زوری بردن. چی؟ برای چی؟ او رو میکشند اکا. باید زودتر رویم. طاهر خبرها رو شنیدی؟ بله اومز. باید زودتر رویم وگرنه او رو میکشند. رفتیم. سر دهید. از من چی میخواهید؟ دختور تشکیلات همین است؟ همین است. از من چی میخواهید؟ خاموش. داد نزن. من با شما چی کار کردم؟ گناهم چیست؟ گناهت از تشکیلات بودن است. تو خدا، دین و کتاب نداری. بدینی. قتلت واجب است. سرده. سرده گفتم. آفرین. با اینها آفرین. کنی زودتر. با اینها مشق کن. زودتر. بیاموز. خوب شده است کماندون. چه شده ای تنیل دوز در کجاست؟ آدمانی آن مولا آمده او را بردند. به فکرم میکشند. چرا او را رها کردی؟ باتن. ایستا باتن. با خود بیا. ولی با مشک دیگر میگذاریم. 1 2 3. زود او را نجات دهید. هجوم میکنیم. شاید او را کشتند. البته هجوم میکنیم. اما حالا نه. حالا یک فکر کنیم. 1 2 3. برای مالهایمان از او انتقام میگیریم. زخم نشو. باتن. کنی سلیم آنها را کار فرما. کنی تو هم با آنها مشق یاده. بیاموز. سرش را از تنش جدا کنید. نکنید. التجا میکنم نکنید. مرا سر دهید. نکنید. نه. نکنید. ایستد. شما چی کار میکنید؟ این دختر از تشکیلات است دکتر. من او را میشناسم. او هم کرسی من است. از تشکیلات گریخته به من پناه جست. برای همه کارهایش پشیمان است. اگر تو این طور گویی راست است دکتر. سلیمه خواهر همان قمدانی کشته شده است. برای انتقامی اکم را گرفتن از تشکیلات گریختم. یعنی از تشکیلات انتقام گرفتن میخواهی؟ اکنون برای آن قاتلان را کشتن زندگی میکنم. سلیمه من میخواهم که تو تسلیم شوی. نه دکتر، تسلیم نشود. مادام دشمنی تشکیلات است و آنها را نیست کردن میخواهد، او از ماست. اگر از تشکیلات انتقام گرفتن خواهی، همراه ما باش. به قرارگاه تشکیلات برگرد. برای ما جاسوسی کن تا ما قلعه را از درون فتح کنیم،
تا ما آن بدینان را نست کنیم. حضرتم، این کار خیلی خطرناک است. این کارو سلیمه کردن نمیتواند. میتوانم. سلیمه، تو خطا میکنی. آخر تو سلاحدار نیستی، تو دکتر هستی. هرچی باشد فرق ندارد. همش رو میکنم. خون یک کم در زمین نماند بس. برای این دختر یک تلفن و سلاح آماده کن. جبار، با چشم. بیا دخترم، با تو نشسته حساب کنیم. مالها را با عبدالله ابله سپاریده. حیف شما، این چه خدکار است اینان؟ راست میگوید قماندان. اگر آن ملا را نکشم به خدا نام من سینان نباشد. خوب شده است قماندان، خوب شده است. ای باتن، این قماندان مرا خیلی جنجال کرد. گپی ناگفته‌اش نماند. اگر این عبدالله بی ناموس را نکشیم میسوزیم. براستی میسوزیم. باتن قماندان، باتن قماندان، باتن قماندان. چی میخواهی؟ من با کی گپ میزنم؟ آخر قماندان ها مرا لخت و پاره کردن. یک دنیا مشکلی داریم. من با کی گپ میزنم؟ معلوم میشود که فکر تو حال هم در یلدوز است. به من خلل نرسان سینان. تو آن خائن را فراموش کن باتن قماندان. خلل نرسان سینان. خطا میکنی سلیمه. تو را کیها خائن اعلام کردم. اگر به قرارگاه برگردی تو را زنده نمیگذارند. با من چیزی نمیشود. خواطر نشو توهیر. چی طور باور کرده میتوانی ها؟ باتن مرا دوست میدارد. به من ضرر نمیرساند. و دیگران همونی هم میشود. همانها را نیز کردن زیاد دوام نمیکند. در مدتی کوتاه از آنها خلاص میشوم. باید تسلیم شوی. از عفو استفاده کرده برای خودت حیاتی نوی آغاز میکنی. صاحب عائله میشوی. اکنون دیر شد طاهر. خودت رو احتیاط کن. خدا نگهبانت سلیمه. کاش من از اول مثل تو ایمان می آوردم. شاید زندگیم دیگر می شد. خوب شد که آمدی. چی شد؟ آن سلاحداری پلیس بعد از رفتنی تو همه جا را پریشان کرده است. رحمان و بیردی را عذاب داده است. دیلو به آنجا رفت. کشاید، کشاید. به حضرت سیدارا کشاید.
خدا شفا دهد برادران. خدا رحمت کند. سیدا ما را محو کردن، خانه ما را ویران کردن. خودت را خسته نکن برادر، از همش خبر دارم. آن سگ دولت، آن ظالم شما را عذاب داده است. باز چی گویم؟ همه تان دیده این دولت بدین مردم دیندار را اذیت میدهد. از این دولت ظالم تنها یک راه خلاصی داریم، آن هم دولت مسلمانی تشکیل کردن است. انشالله 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 راست بگوید حضرت، راست بگوید انشالله. اجازه دهید. دلا احوالات چطور است؟ احوالشون بد است آقای طاهر. دکتر، این کاری همان دولتی است که تو خوبش میگویی. به مردم ظلم میکنند، تو باز آنها را محافظت میکنی. همش معلوم است دکتر، به دولت اجازت نمیدیم، دیگر اجازت نمیدیم که به این مظلوم ها دست رساند. بیایید کمک کنید، به نقطه طبی میبریم. کنی زودتر کمک کنید، زودتر بیاید. کنی به این طرف زودتر. باتن تو برای چی زیغ میشوی؟ باتن بیا، این هم آن دختر تو رو دوست نمیداشته. رو از پیشم سینون، تو خواطر نشو. به این هم وقتی با آن حریف حساب و کتاب کردن ما رسید. با این راه انتقام یلدوز را هم میگیریم. سینان کماندو، چه؟ لابدار آمدن یلدوز را خبر داد. چه؟ یعنی او را نکشتند؟ خیلی خوب شد. حساب جنگاور را جنگاور میدهد. همینطور میباتن جنگاور میدهد. بیا گفتم، بیا. وای دویدن گوی سالا تا کدان گفتن. به ناموس. خواهین را محافظت میکنی باتن؟ پیش از قتل او را گوش کنیم. چرا گریختی یلدوز؟ بعد از شکنجه های زیادی کشتنی اکم رو دیدم بودن. از شما نفرت کردم، برای همین گریختم.